ماهان هستم. نیکا هستم. پنا هستم. سلام دوستان، به اولین ویدیو چنلمون خوش اومدید. قول بدید اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ما رو حمایت کنید. این قسمت یه چالش ترکیبی داریم مثل موز و مایونز. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرین. برو بریم. خب دوستان، چشم پنا رو بستیم و بریم برای آماده سازی ترکیب. بریم. خب دوستان گل ترکیب رو آوردیم بین این دوتا. کدوم ور؟ این ور. خب اینو انتخاب کرد. بله، اینو انتخاب نکرد. بریم برای آماده کردن. بچه ما اینا رو انتخاب کردیم. ببینیم کدومشونو میگه. کدوم ور؟ این ور. خب بچه ما بریم واسش آماده سازی کنیم. دوستان ترکیب آماده شد، بریم بدونش دوستمون. از 1 تا 10 چند میدی پنا؟ خیلی عالی بود. من نمره 10 میدم چون که خیلی آره خدای ترکیب خوبیه. آقا بریم برای دوست بعدیمون نیکا که چشمشو ببندیم. برو بریم. بزن بریم. خب دوستان چشم نیکا رو بستیم، حالا بریم خوراکی‌ها رو بیاریم که انتخاب کنه و ترکیبشون کنیم و بدیم بهش. 3 2 1. خب دوستان ترکیبا رو نشون بدیم. نیکا کدوم؟ من این ور. خب بچه‌ها بریم برای ترکیب بعدی که واسش بیاریم. بریم. خب دوستان ترکیبا رو آوردیم. اوه اگه اینو انتخاب کنه. نیکا بگو ببینم کدوم ور؟ این. کدوم؟ این دیگه. این ور باش. آقا بریم برای آماده کردن. بریم. دوستان اینم از ترکیب. بریم بدیمش به نیکا ببینیم بهش چه نمره‌ای میده. آقا ترکیب خوبیه به نظرم. چرا؟ چون داخل سالادم گوجه هست دیگه، پس خوبه. بخور ببینم از 1 تا 10 چند میدهش. آمده چند؟ من از 1 تا 10 به این 9 میدم چون خودم زیاد گوجه دوست ندارم. خیلی عالی. بریم برای بستن چشم من. 3 2 1 برو بریم. خب بچه ها اینم از ترکیبامون. ما کدوم ور؟ این ور. بچه اینو انتخاب کرد. بریم ترکیب دوم بیاریم. خب بچه ها اینو آوردیم واسه ترکیب دوم. ما کدوم ور؟ خب بچه ها اینو انتخاب کرد. بچه ها این چیزی بود که ماهان انتخاب کرد. بریم ترکیبشو واسش ببریم. بچه ها این ترکیبمون. خدای خوب باشه خدایا. اینو بگیر دستت ماهان. به چششو باز کنم. باز کنم. این چیه؟ دیگه بابا دهن سرویس چه ترکیبی میاری؟ دیگه بخور دیگه. حرفی ندارم. ببینیم چیه. ولی نمره خوبی نمیگیره. شاید هم گرفت. از کجا؟ از 1 تا 10 3. خب بازم خوبه. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دیگه 100مون رو گذاشتیم. حتما ما رو حمایت کنید. خیلی دوستتون داریم. فعلا خداحافظ.